وقتی ما مهاجرین تاجیکستان که آمده بود در وقت از جنگل تیر شد دیگه بیچاره آواره شدن آمدن در این منطقه دیگه در اوج باز مردم ها رفتن مقاومه اسکی هم ترکمنای ما مردم رفتن از او قشلاق از جنگل اینا را گرفته آوردن در خانهشان جای و جای کردن بعد بسیارش طرف قندوز آمد امام صاحب آمد اونا بعضیش در همون قریه اسکی ماندک باز در اوج به نام یک ملا قلندر گفتنی از زمین عزتی اون مردم بودک ما مجاهد هستیم گفته و مردم آواره و در بدر کردن طرف که آمد دیگه اونمو باز اینجا مردم دمی جنگ اونا به خاطر چوکی و مطلب و مقصد خودشان بود برای آوارگی مردم در بدر فکر نکردن که مردم در زمستان بود برف بود خنوکی بود مردم در بدر کردن سرگردان کردن